بیو. سلام علیکم اکا. اکا پشانوده اومده میگه بینیم شه. مایلش گوید در آید. مرحمت برادر، چی خدمت کنم شما دا؟ اکا جان، من به نیتی کار گفتن به اینجا آمدم. اگر یگان جای کاری خالی باشد به کار میگرفتید. متاسفانه در کارخانه ما حاضر یگان جای کاری خالی نیست برادر جان. салом алейкум. Салом. Акаҷон, ман ҷои кор кофтистам. Агар бошад, ба кор мегирифтед маро? Не, ҳама банд аст. Наметонам. ҷои холӣ нест? Нестай холӣ. хуб, фаҳмо. رئیس، پایانده شما را میپرسند. салом алейкум. Акаҷон, ман кор кофтистам. Ягон кор бошад агар ҳаминҷо кор мекардам. кор? ҳо ака. кор нест сай кор. надорем кор. акаҷон, ман ба нияти кор кофтан ба инҷо омадам. агар ягон ҷои кори холӣ бошад ба кор мегирифтед. متاسفانه در کارخانه ما حاضر یگان جای کاری خالی نیست برادر جان. исто, охир ҳамаш хуб мешавад. ман албатта ба ту ваъда медиҳам ки соҳиби пул ва хонаву дар мешавӣ.
من دیگر این خیل زندگی کردن نمیتوانم. تو نودبرا هستی. به خونه پدرم میروم. خیریت که پدرم در روزی زاد روزم همین خانه رو توفه کرد. نباشد با تو برین این مرده که ناعهده برا در 100 سال صاحب این گونه خانه شده نمیتوانستیم. ایستو، آخر همش خوب میشود. من البته به تو وعده میدیم که صاحب پول و خانه و در میشوی. من دیگر به تو باور نمیکنم. تو نامرد هستی. با تو زندگی کردن حیف است. تو نامرد هستی. تو نودبرا هستی. با تو زندگی کردن حیف است. کومیل؟ یک پیش کومیل بریم. سلام علیکم کومیل. سلام علیکم اکای نوریدین جان. چی شد گریه میکنی؟ سازی اکا جان. ها کومیل جان، من میتوانم به شما یاری رسانم تا که اشک نریزی. شما به من یاری رسانید؟ چی طور؟ شما آخر حتی عروبچه خود را به حرکت در آورده نمیتوانید. باز به من یاری میرسانید؟ برادر، شما از چی شکایت دارید؟ چی مشکلات دارید؟ میدانی مرد باید در زندگی گریه نکند. ای حکای نوریدین جان، من در زندگی طالع ندارم. کامیل جان، بیا یک مصلحت میکنیم. من پایهای تو رو با 1 میلیون میخرم. اگر پایهایت نه، پس دستایت رو با 1 میلیون میخرم. میفروشی؟ تو رو نفهمیدم. درست‌تر فهمان؟ نباشد گوش کن. کامیل جان، چه خیلی که مرا میبینی؟ دست و پایهای من معیوب است. حتی عرابچه خودم را به حرکت در آورده نمیتوانم. بر زمین همه این نگاه نکرده دل شکسته نیستم. شکرانه آن را میکنم که با همه اینقدر نقصانهای مادرزادیم زنده ام، میبینم، سخن گفته میتوانم. پس به تو یک چیز را میگویم. در زندگی دل شکسته نباش. تو بازوی با قوت داری. هیچ محل پیش زندگی گریه نکن. از خدا شکر گزاری کن که تو صحت و سلامت هستی. اگر یگان گپم خطا باشد بخشش. می رویم. زندگی به غایت پر حکمت است. پر از پستی و بلندی هاست. پر از تضاد و مشکلی هاست. هر یک لحظه ای عمر انسان، هر یک حادثه و واقعه‌ای که کس به گرداب آن میافتد امتحان است. سنجشی ازلی ناگزیر است. نیکبخت کسی است که این را درک میکند و از دشواری های حیات روح افتاده نمی شود. برعکس، مردانه استوار ایستاده هر یک مشکلی را با عقل سالم و خرد حل و فصل میگرداند. نکوکاری و لطافت آدمیزاد خوش است. پس حق تعالی از او راضی میگردد.